تمام هست و بود زندگی یک سرباز جان آزاده است که فدای وطن و مردمش می کند. جان ناقابلی که حکومت و دستگاهی موجود اما قدرش کمتر می دانند. محمد حسین یکی از سربازان پلیس محلی است که پس از ساعتها درگیری از این حادثه جان سالم به در می برد. او شروع ماجرا در جلریز را این گونه توصیف می کند. از 9 بجه بود صحیح نمیفهم، مقصد جنگ پراگنده بود. اول جنگ پراگنده بود تا که 4 طرف ما محاصره شد. پس اولی ما یک نفر ما زخمی شد، کشید یک نفر ما خودش. دیگه بچه‌ها تا آخری نفس خود جنگیدی. پس ما شکست خورد، کلان بچه‌ها شهید شده بود. تا آخری مرمی خود جنگ کرده بود. پس اهل تصنع بیادرای ما بیرقای سفید بالا کردن. اونها از طرف از اونها یک تخم نشد. در حمله بالای پسته های سربازان پلیس محلی صدها تروریست مجهز با سلاح‌های سنگین شرکت داشتند. حمله‌ای که گفته می شود از پیش پلان شده و برنامه‌ریزی شده بوده است. در این رویداد نیروهای پلیس نظم عامه مستقر در محل نیز هیچ گونه همکاری با سربازان پلیس محلی نکردند. کلگیشون کوتاهی کرد. خدایشون خوب میفهمید که جنگ سر پلیس محلی ادامه داره. اول نظم عامه ما در پلی ما بود. چرا به کمک ما نرسید؟ تمام چیز داره، تانک دارن، همه چیز دارن. خب برای ما کمک ما میرسید. حتی یک مرمی کلاشینکوف شاید در پلیس ما پلیس از اونها برسن. هیچ عکس عمل از خود نشان ندادن. این سرباز که پس از ساعتها درگیری از حادثه جان سالم به در میبرد، از حکومت و فرماندهانش گلایه و شکوه های زیاد دارد. او میگوید برغم درخواست‌های مکرر اما هیچ کمکی از سوی حکومت محلی و مرکزی صورت نگرفت. مقصد پلان گرفته شده بود سر پست‌های ما. ما آمادگی خود داشتیم که تا آخرین نفس خود بجنگیم، باید پست‌های ما شکست نخوره. اگر مهمات برای ما میامد یک نفر ما شکست میدادشون. خب نامد، کمکی برای ما نرسید. خب ما بسیار از طرف دولت دیگه شکایت زیاد داریم. محمد حسین با انتقاد از حکومت و مسئولان امنیتی تاکید میکند که اگر به موقع به آنها کمک و همکاری میشد، فاجعه جلریز هرگز اتفاق نمیافتاد. سربازان نجات یافته از این رویداد از غفلت و بی‌مسئولیتی حکومت به شدت ناامید و سرخورده اند. محمد حسین میگوید از این پس به حکومت و فرماندهان موجود هیچ گونه باور و اعتمادی ندارد. خب ناامید زیاد شدن بچه‌ها از دولت. ناامید زیاد شدن، بچه‌ها فکر نکنن دیگه. ما خودم شخصا ناامید زیاد شدیم از دولت خود. دیگه فکر نکنیم دیگه بریم دمون داره. دیگه دولت ما کمک نمیشه برای ما. وقتی کمک نشه چی کنیم؟ ما یک بسیار گله زیادم داریم از قماندانای خودان، از خود قماندانی جلیز ما که دستای میرسیم در قماندانی ما را خدای سلام میکنن. چی گفته خدای سلام میکنن ما از شکایت زیاد داریم. خدا نشان خوب میفهمه جنگ ادامه داره، باز ما را خدای سلام کردن. آگاهان و کارشناسان نظامی نیز با انتقاد شدید از بی‌مسئولیتی حکومت معتقدند که فاجعه جلریز به صورت عمدی و با انگیزه‌های سیاسی روی داده است. در حقیقت یک نوع حرکت‌های عمدی یا سیاسی دید سیاسی وجود داره در قبال شهادت این پرسنل در ولایت میدان وردک در ولسوالی جلریز. ما امیدوار هستیم که جلوی چونین نابسامانی‌ها، ندانمکاری‌ها، ضعف‌ها، سالنگاری‌ها، بی‌تفاوتی‌ها از ادارات امنیتی افغانستان گرفته شود. این آگاهان با اشاره بر رویداد جلریز معتقدند که بی‌مسئولیتی بیشتر حکومت در آینده مورال و روحیه سربازان را بیش از پیش تضعیف خواهد کرد و سرانجام باعث فرار و از همپاشی دستگاه امنیتی در کشور خواهد شد. مورال سربازا تغییر میکنه، اعتماد به نفس را، اعتماد به قدم‌های بالا را از دست میدن، از اوامر سرپیچی میکنن، دیگه هدایات لازم را انجام نمیدن، کوشش میکنن به نحو سازش بکنن در محیطی که قرار دارن و این باعث بدامنی، افزایش ناامنی در مناطق میشه. شکی نیست که امیالی انگیزه از اردو، از پلیس، در کل از ارگانهای امنیتی، از پرسنل از اینا در کل گرفته شده. علت اساسیش عدم توجه مسئولین از قدم‌های ابتدایی شروع تا قدم‌های بالاست. شکی نیست که این تاثیر بسیار سو کرده بالای روحیه پرسنل امنیتی. رویداد دردناک و خونین جلریز میدان وردک اولین و آخرین فاجعه ملی در سال روان نیست. پیش از این نیز سربازان بسیاری در بدخشان، قندوز، کنر و سایر بخش‌های کشور به شکل فاجعه کشته شدند.
اما وجه مشترک این رویدادها این است که اکثر این سربازان توسط دشمن نه بلکه در اثر بی‌توجهی و بی‌مسئولیتی فرماندهان جنگ شهید شدند.